سلام به همگی، وقتتون بخیر باشه. آمین که خوبی، با حوصله، پر انرژی. بریم که ببینیم اگر کیس احساستون اینجا بود چه حرفایی داشت و سعیم اینه که یه ویدیوی کوتاه داشته باشیم با یه جمع‌بندی کلی و اجمالی و انرژی ها رو من دریافت بکنم. حتما یادتون نره که چک بکنید ببینید که عضو کانال هستید یا نه، برای اینکه فکر میکنم باتای یوتیوب یه مقدار سختگیرانه دارن به این قضیه نگاه میکنن و حذف میکنن، چون اکثرا ما از آی پی ایرانه. میخوام که حتما چک بکنید ببینید که عضو کانال هستید یا نه. ممنونم بابت حمایتاتون، لایک ها و نظرهایی که میدید همیشه قوت قلبه و همچنان موضوعاتی که پیش رو داریم از همون نظرهایی که تو کامنت ها هم نوشته بودید. یه فال دو گزینه‌ای خواهیم داشت. الان هم میخوام که انرژی بفرستید ببینیم که ناگفته های این فرد یا جوری که اگر اینجا بود کنارتون بود فرقی هم نمیکنه، شاید بگید ما اصلا تو رابطه ایم یا دوستیم، هم جنبه اعتراف داره هم جنبه این که اگر میخواست بدون ترس حرفی بزنه اعترافی بکنه اینا چی بود، چی میتونه باشه. خب کارت ها رو من برعکس نگرفتم. اگر بخوام از اعترافات این فرد بخوام بگم، شروعش با یک چیزی که حالش داره بهتر میشه ولی همچنان حس تنهایی میکنه، حس خلأ و کمبود زیادی داره. از شروعهای جدید توی زندگیش، مراحل احساسیش، ابراز احساسات کردنش، خیلی باز من زمان بندی مهمی میبینم. ببینید کارتای پشت دسته به من حاکی از اینه که یک پنهانکاری، یک رازی شاید برای شما افشا بشه. حتی میتونه رقیب و شخص سومی باشه که یک پیشنهاد معمولی، پیشنهاد دوستی به کیستون داده. فرقی نمیکنه خانومی آقا. من حضور یک شخص سومی رو میبینم که راجع به شما حرف و نظری زده، حالا یا دوسته یا رقیب قبلی بوده که الان از لحاظ احساسی خیلی قوی نیست ارتباطی بین این فرد و پارتنرتون، ولی یه چیزی از گذشته انگار قراره برای شما رو بشه. یک تماس و پیامی از ارتباطهای گذشته، از دوستی که قبلا تو رابطه شما مشکل ایجاد کرده یا اصلا خود کیستون حرفی زده، مسافرتی رفته، مشکلاتی بوده، سخنچینی پشت شما بوده که نمیتونسته بگه، خیلی هم با لجبازی انکار کرده، نخواسته توضیح بده، اما دیر یا زود همچین چیز قرار رو بشه. میتونه دخالت مادرش باشه، دخالت دوستی باشه، یه سری مخالفتی که این رابطه رو تموم کن یا نمیخوایم که تو جمع و اکیپ دوستات این آدم رو بیاری یا این رابطه درست تو نیست. فقط هم این حرفا نیست، شاید بخوام بگم که دهنبینی، ولی یک دوره‌ای کیس شما به خاطر همین دهنبینیاش، به خاطر اینکه نتونسته خودش تصمیم بگیره، گیر روابطی افتاده که مشکل ساز شدن براش. یعنی اجازه یک شخص سومی رو داده برای دخالت، برای حضور پیدا کردن، نظر دادن، و اینو شما قراره متوجه بشید. اولش یکم شاید براتون ناراحت کننده باشه، اما من یک دلسردی و ناراحتی برای اون فرد میبینم نسبت به رفتار خودش داره و احتمالاً بخواد از شما یک عذرخواهی بکنه. یه بدبینی من پشت کارت ها میبینم، یک بدبینی، مخالفت یا حالا مشکلاتی توی رابطه که الان درست زمانیه که خیلیاتون لازم دارید بهش بپردازید، ولی به خاطر اینکه یه احساسیتون یکم لجبازه یا از شما لجبازی دیده، بینتون معلق بودن میبینم. من نه کاری به گذشته‌تون دارم نه کاری به آینده‌تون. تو همین لحظه، تو همین دوران کوتاه مدتی که لحظه حال رو شامل میشه، یه مقدار نسبت به ادامه رابطه این فرد سوس شده یا میترسه از محدود شدن توی ارتباط، از اینکه آدم شفافی نباشه یا کلا آدمیه که یه ذره غرور داره، راحت ارتباط نمیگیره، راحت وابسته نمیشه، ولی الان داره یه حس خوبی از شما دریافت میکنه
و برای اینکه رابطه رو به قدم بعدی ببره. یعنی حالا دوستید بخواد بشه واقعا به یک رابطه پایدار. اگر همین الان هم توی ارتباطیت بخواد که به سمت ازدواج یا حالا نزدیک شدن پیش بره، یه ترسایی هست که برای این فرد شروعش سخته، خیلی ریسکه. شاید قبلا روابط درستی نداشته یا ارتباطهای زیاد و بی سر و تهی بوده که نتونسته جمع‌بندی کنه برای وضعیت فعلی، اما الان دقیقاً درست توی یک رابطه‌ایه که اگر بخواد پیش بره باید بره مرحله بعدی. باید یه چیزی از خودش نشون بده، یک تصمیمی داشته باشه. این انرژی خانی یک اعترافی داره و اون اعتراف تأخیره. اعترافاتیه که شاید اون لحظه که شما میخواید اون حرف رو بشنوید یه کوچولو دیر باشه یا دیگه مطمئن شدید جواب چیه. مثلا میخواید بدونید این فرد دوستتون داره، قطعا دوستتون داره و کنارتون حس آرامش هم میگیره. همه جورم از لحاظ استایل و سروز من قشنگی میبینم، اتفاقای خوب میبینم، اما به وقتش که بخواد اقدامی بکنه، حرفی بزنه، از نظر من توش تأخیر افتاده و میخوام ببینم چرا این انرژی خانی داره به من همچین چیزی رو میگه که احتمالاً باید صبور باشید. چالش برانگیز هست براتون ولی یک صبر و زمانی رو میطلبه، چون بینتون یک وابستگی عاطفی کاملا شکل گرفته، یک حقیقتی داره آشکار میشه که براتون دوست داشتنیه. خب دیگه خدا رو شکر. یه بحث و دعوای قرار باشه. باز دوباره این دوتا کارت برعکسه، هم کارت برج رو داریم هم کارت شیطان. کارت شیطان براتون تکرار شده. یه کینه و کدورت قبلی، یه بحث و دعوا، یه چیزی هستش که دوباره ممکنه براتون اتفاق بیفته. میخواد دخالت شخص سوم باشه، مخالفت ها باشه، اما این بار یه فرصتی هستش که رابطه رو از کات کامل یا حالا از هر اتفاقی تا الان بوده نجات بدید. اما این نجات دادنه به قیمت اینه که شاید اعصاب خوردی باشه، دلنگرانی باشه. خیلیاتون اگر تو همین بازه‌های نزدیک، یعنی چند هفته، یه ماه، 2 ماه میخواد که اتفاقای خوبی براتون بیفته، من باز هم زمان بیشتری رو میبینم که لازم دارید. یعنی چون ممکنه دلنگرانی هایی پیش بیاد که حتی خیلیاتون دلسرد بشید، اصلا این رابطه ارزش ادامه دادن نداره یا پیش نمیره، همش داریم دعوا میکنیم، حالمون خوب نیست. هر موقعی هم که میخوام یه قدمی بردارم یک مخالفت، یک مشکلی تو این ارتباط هست. حتی من یک مسئله مالی رو میبینم که ممکنه خیلی به هم ریختگی برای این فرد ایجاد کنه. یک ارتقای شغلیه، یک کار جدید، خرید و فروشیه که شامل ضرر میشه و این فرد رو ناراحت میکنه. اگر از جنبه مالی ماجرا ممکنه مشکلات براتون پیش بیاد، این خیلی دلنگرانی نداره، ولی به خاطر دخالت اطرافیان یا به خاطر شخصیت کیس خودتون داره توی این رابطه اذیت میشید، من یک دوره جدایی براتون میبینم. اگه دوستتونه ممکنه یک دوره فاصله باشه، یه دوره قهر باشه و این فرد خودش همینو دلش میخواد، فقط سخته براش اینو بگه، چون که یک میزانی از توجه و علاقه رو از شما دیده ولی فاصله گرفتن براش سخت شده. میترسه که به کل از دستتون بده، ولی چون من پیچیدگی های زیادی تو این انرژی خانی میبینم، ابهاماتی میبینم، ترس از حالا وابستگی بیشتر، چون دارم از سمت کیس احساسیتون آدم ماجراجویی میبینم، سفر بره و تنهاییش هم اوکی باشه، اما الان میترسه هم شما رو از دست بده، هم یک دوره ممکنه حساس بشید، بحث و دعوا بکنید که لازمه یه کار برای یه سریاتون یک جداییه که من به نفعتون میبینم هست. یعنی این جدایی و وقفه یا این قهره خیلی ثوابش بیشتر از اینه که هی با بحث و دعوا پیش بره. همچین چیزی اگه براتون هست نگرانی نداره، بریم کارتای دیگر رو ببینیم، چون احتمالاً این فرد از شما درخواست این که یه مدت فاصله بگیرید رو خواهد داشت. به خودش بپردازه، به زندگیش و کارهایی که میخواد، و اگر با هم مقابله بکنید که نباید فاصله بگیرید، نباید اینجوری بشه، بیشتر براش محدودیت بذارید، ناراحت تر میشه و
شرایطی که بخواید برای نگه داشتن این رابطه اعمال بکنید رابطه سنگین تری، یعنی من یک سنگینی میبینم روتون میفته که به هر زور و ضرب شده این رابطه رو نگه دارید، برگردونید، پیام بدید، حال اون فرد رو بپرسید یا منو نادیده گرفتی. این اعتراضا فعلا جاش نیست. فعلا یه چیزایی تو زندگی این فرد هست، توی افکارش هستش که یه بلا تکلیفی درونی داره و حرفای شما کمکی که نمیکنه، هیچ وجهتون رو خرابتر میکنه، این بدبینی پررنگتر میشه. خب باز دوباره کارتای خیلی برام جالبه، کارتایی دارن خودشون رو تکرار میکنن. 4 چوب دست رو داشتیم، این دفعه برعکس اومده، حالا خیلی هم فرق نمیکنه، رو هم رفته. ملکه شمشیر رو داریم. از سمت کیس احساسیتون یه سری حرفایی میبینم که شاید براتون سخته، ناراحت کننده باشه. یعنی اعتراف این فرد این باشه که به من یه مدت حالم خوب نیست، یه مدت با وجودی که دوستت دارم ازت حس خوب میگیرم، اما نمیتونم اون خوشبختی، اون کیفیت رو بهت بدم، برات وقت و زمان بذارم. یه حرفایی که شاید یه کوچولو شفافه، اذیت کننده است، یا اصلا شما شوک باشید که تا الان یعنی چرا من نمیدونستم. شاید بزنه زیر یه سری از قولایی که داده راجع به ادامه ارتباطتون. دیدید قبلا قول ازدواج داده، مثلا مبنا بر این بوده که با هم ازدواج کنید، فابریک بشید، رابطه پیش برنده باشه، ولی یه چیزی من این وسط میبینم شکسته میشه و این شکست دائمی نیست. یه اعترافیه که میگید، یعنی شاید اون فرد بیاد بگه من یه کوچولو یه چند وقتیه کنارت راحت نیستم، یا خودم توی زندگیم احساس کمبود، خلا و ناراحتی دارم که نمیتونم به نتیجه گیری برسم. میدونید من از این کارتا یه چیزی رو خیلی واضح دارم میبینم، خود این فردم نمیدونه در حال حاضر چی میخواد. این کلیدی ترین حرفیه که میخوام بگم. اعترافش اینه که چون بهتون حس خوبی داره نمیخواد از دستتون بده و یه مدتی هم هست خوشحال نیست، حالش قلباً خوب نیست، احساس خوشبختی درونی بیرونی نداره، مشکلات مالی داره، ولی بدتر از همه اینه که این فرد نمیدونه باید چی کار کنه، نمیدونه باید از چه دیدگاهی زندگیشو ببینه، از کجا بخواد که درست بکنه شرایط رو. و وقتی کسی نمیدونه رابطه جدی میخواد، الان کارش مهمتره، میتونه از پس اطرافیان و نظراتشون بر بیاد یا نه، باعث شده که این فرد فعلا یه دوره معلق باشه، مثل یه آدمی باشه که فرق خوب و بد رو تشخیص نمیده. تا وقتی ندونی خودت چی میخوای، هیچ خوب و بدی یا هیچ تصمیم گرفتنی هم در کار نیست. و برای همینه که میگم زمان بدید، بذارید این فرد به یه دیدگاهی تو زندگیش برسه که بفهمه نقطه امن کجاست، نقطه ناراحتیش میتونه کجا باشه و چه اقداماتی میتونه داشته باشه. چون باز ما اینجا شاه چوب دست رو داریم، یعنی میگه من یه جایی بالاخره به خودم میام که دوباره توی زندگیم یک پویایی، شوخ طبعی و خوشحالی باشه و اینو من میخوام که درستش بکنم. اما شاید تو اینجا اذیت بشی، یا شاید به خاطر شرایط فعلی من تو رو بلا تکلیف بذارم و نمیخوام که از دستت بدم. حالا باز نمیدونم این چیزایی بود که من امروز براتون دیدم و حالا باز نمیدونم کمکی بوده یا نه، ولی سعی کردم که یه جمع‌بندی کوتاه براتون داشته باشم و ممنونم بابت همراهیتون. تا انرژی خانی بعدی، خدا نگهدارتون. ولی اینم بگم حتما برام کامنت بذارید راجع به نیتایی که دارید، چیزایی که میخواید من بهش بپردازم، حتما تو کامنت ها میخونم و بررسیش میکنم. خدا نگهدارتون.